روز دوم خرید جهیزیه‌مون رو می‌خوایم با این بلوریجات شروع کنیم که به نظرم در عین سادگی خیلی هم شیکه. من این 3 تا انتخاب می‌کنم که شیرینی خوری، میوه خوری و آجیل خوری داره. خب میخوام سینی پذیراییمو انتخاب کنم که از بین اینا به نظرم این سینی 3 تیکه خوب باشه که از برند نجیب اماراتی هم هست. تنوع فنجوناشون هم که اینجاست که از بین این همه تنوع واقعا انتخاب سخته. ولی چون سینی دور طلایی برداشتم، فنجونم هم لب طلایی برمیدارم که به نظرم این خوب باشه. فنجون و سینیمو که لب طلایی برداشتم، باید یه قندون لب طلایی هم براش انتخاب کنم که انتخاب من این قندون لب طلاییه. اینم از روز دوم خریدمون. این پست رو لایک و سیو کنید و برای ادامه خرید پست‌های بعدی رو ببینید. اگرم از اکسپلور میایین حتما ما رو فالو کنید که ادامه چالش رو ببینید.